بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى هشدار داده به ما که شیطان دشمن ما هست و برای ضرر بنی آدم، گمراهی انسان ها، تمام تلاشش را و مساعیش را، مکر و فریبش را به کار می بندد تا انسان ها را از راه خدا دور کنه، انسان ها را از سعادت دور بگرداند، انسان ها را گمراه کنه و انسان ها را با پریشانی و مشکلات و چالش ها روبرو بگرداند. انسان با خدا در بیفته، انسان دشمن پروردگار قرار بگیره، انسان به جهنم بره، در دنیا به عذاب خدا گرفتار بشه، آخرت گرفتار بشه، دنبال رسوایی بنی آدم است. این دشمن الله هشدار داده که خطرناکه و وقتی که شیطان را الله تعالی گمراه کردن، لعنت کردن و رانده درگاه خدا شد و الله را صراحتا نافرمانی کرد و تکبر کرد از فرمان برداری الله و از سجده و تعظیمی و ادای احترام به حضرت آدم، الله او را رانده درگاه کرد و او زمانه تصمیم گرفت که تنها به جهنم نرود بلکه بنی آدم را، انسانها را هم به جهنم ببرد. الله هشدار داده که بیدار باشیم، ما همه انسانها بیدار باشند که به راه شیطان نروند. شیطان از طریق نفس وارد میشه برای گمراهی انسان. در انسان الله تعالی نفس را گذاشته، نفس اماره به سو، نفسی که به گناه به کثرت امر میکنه و خواستهاش و خواهشش آنه که گناه انجام بده، مگر نفسای اصلاح شده، نفسای پاک شده و نفسای تزکیه شده که اونها به گناه وادار نمی کنند، بلکه نفسای متمرد و سرکش و ناساخته هستند که به گناه وادار می کنند. شیطان از طریق این نفس و همکاری این نفس که به گناه میل داره، به گناه خواهش داره، وارد میشه و راه انسان میزنه و انسان را به معصیت، به گناه، به نافرمانی، به قتل، به غارت، به زنا و فساد، به رشوه و ربا و انواع محرمات، انواع منهیات و ممنوعات که گناه های مهلکاتن، انسان را به هلاکت میرسانند، انسان را از پا در میآورند و معنویت انسان را تباه میکنه. شیطان وارد میشه. چه بلا که شیطان بر سر انسان در نمیاره از طریق نفس اماره و از طریق نفس سرکش. من و شما وقتی میخوابیم متوجه باشیم که شیطان بیداره. من و شما
در هر حالتی باشیم، در خانه خدا هم باشیم، در مسجد باشیم، در خانه خودمون باشیم، در هر جایی باشیم، این شیطان آنجا دستبرد داره، آنجا دسترسی داره و آدم را در داخل بهشت که خود شیطان در داخل بهشت راه نداشت، اما آدم را در داخل بهشت از طریق وسوسه و از طریق خیالات آدم علیه السلام را وادار کرد که درخت ممنوع را بخورد، درختی که الله برای حضرت آدم حرام قرار داده بود و ممنوع بود. این با خیالات و وسوساتش را اونجا در قلب آدم تزریق کرد و در قلب حوا و اونا را وادار به گناه کرد و آدم از بهشت بیرون کرد، از جنت بیرون کرد و به زمین آورد. سبب شد که به زمین آدم بیاید اینجا و این مشقت و تکلیف و رنج و زحمتی که اینجا بر بشران، این را همه شیطان سبب شد که بر بنی آدم وارد بشه. این دشمن قسم خورده به ذات خدا سوگند، به عزت الله سوگند یاد کرده که بنی آدم گمراه بکنه، به بهشت نگذاره که به بهشت برود، همه را وارد جهنم میکنه مگر یک گروه و او گروه هستند که بندگان خالص خداان، بندگان صالحان، مورد حمایت خداان و اونها را الله رب العزت یاری میکنه و نصرت میکنه. شیطان بر اونها دسترسی نداره. اونها که به خدا توکل دارن، اونها که تکیهشون بر الله است، اونایی که وابسته الله، اونایی که دل داده پروردگارن، اونایی که خدا جویی و خدا خواهی دارن، ایمان به الله تعالی آوردن و از شیطان دوری میکنند و متنفرند. لہذا اونها گروه خاص را که بندگان صالح و مخلص خدان، اینها را الله تعالی حفاظت میکنه، شیطان به اونها دسترسی ندارد. لہذا ما باید تلاش کنیم که به زمره بپیوندیم، به جماعت بپیوندیم که شیطان دسترسی به اونها نداره، در حفاظت خدا قرار بگیریم و الا این دشمن بلا به سر انسان در میاره. چه چیزی که امروز از دست انسان انجام نمیگیره، شیطان نه مسلمان میگذاره نه غیر مسلمان میگذاره، نه اهل دین نه غیر دین، همه را به گناه وادار میکنه. چه جنایت و جرم امروز از دست بشر انجام میگیره، چه ظلم و اجحاف امروز از دست خود مسلمان و غیر مسلمان انجام میگیره، به چه گناه وادار میکنه، چه اندازه بدبختی میاره، چه اندازه ذلت و خواری میارد. تمام اینها شیطانه و نفس انسانه که هر دو اینها راه انسان میزنن و وادار به گناه میکنن و وادار به نافرمانی میکنن. تمام در طول تاریخ آنچه که بر بشر آمده از دست خود بشر آمده. اگر قحط از دست بشره، اگر زلزله سبب عمل کرده بشره، اگر کرونا است، اگر هر آفت و هر بلای هست، این همه عمل کرده بشر سببه. البته توی خیلی این آفت ها حکمت باید موجوده، درس حکمت آنه که اینا درسن، اینا عبرتن، اینا بازدارنده هستن از گناه های بزرگتر و از خطاهای بزرگتر و از جنایات بزرگتر بازدارنده هستن. لہذا اینا وادار میکنه که انسان به الله برگرده، متوجه خطاش بشه، متوجه اشتباهش بشه که از دست خود بشر
این فریشانی، این نگرانی، نعمت از دست انسان زائل میشه، زوال میشه. چنانکه بهشت از دست آدم زوال شد، زائل شد و آدم علیه السلام بهشت از دست داد و الله تعالی او را به این کره خاکی فرستاد و اینجا گفت زحمت بکش و با رنج نان خودت را در بیاور و با زحمت خود نان بخور. و لحاظ اسباب الله فراهم کرد ولی زحمت باید آدم بکشه و دسترنج خود آدمی که از او استفاده میکنه. لحاظه همواره تلاش داره که از بهشت انسان بیرون بکنه، از زیر رحمت الله تعالی خارج بکنه و بلا بر سر انسان بیاره، گناه را زیبا میکنه و عمر انسان طولانی قرار میده و میگه الله غفور الرحیم و مهربانه، توبه میکنی بعد خدا میبخشه، بعد برای توبه هم آدم نمیگذارد، نمیگذاره انسان توبه میکنه. بیدار باشیم همه ما از مکر شیطان و از حیله شیطان و رنگ شیطان. من یه چیزی را، اخباری را داشتن نگاه میکردم که یک گروه از متخصصان و کارشناسان به چین رفتن که بررسی بکنن که کرونا از کجا آمده، چه چیزی سبب شده، یا مواد غذایی سبب شده، دیگه اسباب داره، از کجا این کرونا آمده در چین و از اونجا در دنیا را فرا گرفته است. این کارشناسان سرگردان هنوز و خیلی تلاش کردن ولی هیچی به دستشون نیفتاده. و من ذهنم رسید که کسی می بود که اینها را آدرس میداد، می گفته اگر شما می خواهید کرونا را معلوم کنید که از کجا سرآغاز این کرونا بوده، برید به او ایالت ایغور، اونجایی که چینی ها، حکومت چین متاسفانه بر بشر و انسان ظلم کرده که در تاریخ کم نظیر بوده. بچه ها یه شیرخوار و طفل و کودک از مادر و پدر جدا کرده، زنان را توی اردوگاه ها برده جدا، مردان جدا برده و چه گناهی که نکرده، چه ظلمی که نکرده که اینا را درس ناخدایی بده و بگه که شما بر اشتباهید، خدای نیست و افکار اینا را عوض کنه، زبان مادری اینا را عوض بکنه، فرهنگ اینها را عوض بکنه، بر فرهنگ اینا جنایت کنه، بر اعتقاد اینا جنایت بکنه، حق آزادی را از این ایالات، از این قسمت از مسلمانان سلب بکنه و آزادی اونها را بگیره. آزادی که در تمام دنیا و در قوانین بین المللی این آزادی عقیده در یک چیز مسلمه و جز میثاق‌های بین المللی است. میثاق بین المللی و قوانین بین المللی و حقوق بشر و حقوق انسان را چینی ها در رابطه با بخشی از مسلمانان، بخش بزرگی از مسلمانان مراعات نکرده. اگر یک شخصی گناه مرتکب بشه معنی نیست که به تمام شهر حمله بکنن، برن دنبال گناهگار، برن دنبال کسی که قانون میشکنه، برن دنبال کسی که اشتباهی میکنه، اما بهانه قرار بدن برای زدن یک ملت، برای زدن یک قوم و لحاظا یک اقلیت مسلمانان و حقوق اونها را سلب بکنن. این بالاخره کرونا این نتیجه ظلمه، این نتیجه فریاد اون مادرانه که فرزندانشون جدا شد. کرونا نتیجه جنایت بشره و این کرونا را اونجا برید که بددعای اونها، آه ناله اونها چینی ها را گرفتار کرد و بعد همه بشر را گرفتار کرد. همه انسان ها امروز گرفتارن
برای آنکه از حق انسان ها دفاع نکردن، برای اینکه از حق مظلوم دفاع نکردن. مظلوم توی دنیا همه جا متاسفانه ظلمه و لحاظا همه گیرنده هستند، همه گیرنده گناه ها و همه گیرنده خطاها و اشتباهاتن. شما قرآن تلاوت کنید، تورات و انجیل و تمام کتابای آسمانی شاهدن بر این مطلب که در طول تاریخ بشر به وسیله دست خودش، جنایت خودش گرفتار عذاب شده و دچار مشکلات شده است. و این الان کودتای در میانمار انجام گرفته و حکومت قانونی و رسمی میانمار سرنگون شده و نخست وزیر و اعضای دولت و مسئولان آنجا همه به زندان افتادن. چرا؟ که اینها جنایت کردن. همین ارتشی ها و همین نظامی ها در میانمار بر یک قوم از اهل اسلام، از مسلمانان، به عنوان مسلمان به اونها تعدی کردند و اینها را از میانمار بیرون کردن. چه جنایتی که به اونها نکرده. چقدر مسجد خراب شد، خانه های اینا ویران شدن، ظلم کردن و بسیاری از کشورهای دنیا اعتراض دادن، ملت ها اعتراض دادن بر اینها، بسیاری به چینی ها اعتراض کردن، اما میانمار، دولت این میانمار حمایت کرد اونها را، هیچ حرفی نزد، حمایتشون کرد. همین نخست وزیری که الله زندانه، همین حزب حاکم حمایت کرد از این تارومار کردن مسلمانان. ظلمی که اصلا هیچ کس نمیتونه او را به زبان ذکر کنه و الان الله تعالی اونا را گرفت. خدا عادله و الله رب العزت تعطیل نکرده و الله تعالی بشر را نگذاشته که هر جنایتی بکنه، ولی آزمایشه. اگر بشر به سمت جنایت بره قهر خدا متوجهش میشه. و الان ببینید که توی زندان و دنیا هرچه اعتراض میکنه گوش نمیکنن و لحاظا اینها گرفتار شدن، گرفتار ظلم شدن. ظلم نکنیم که گرفتار ظلم بشیم. همین خونریزی هایی که توی خاورمیانه بوده، توی دنیا بوده و لحاظا این کجا این دولت ها آمدن و اینجا بم ریختن و این ملت ها می کشتن. خیال می کردن که اینا صاحبه ندارن، اینها هیچ کسی ندارن، بی کسن، بزنیم. سلاحهای خود را بر مردم آزمایش کردن و سلاح فروختن و زدند و تارمار کردن، ولی الان همه پنهانند و مخفی از دست کرونا آمد که حالا اینها همه رفتن توی قرنطینه، رفتن توی منازلشون، توی جاها مخفیان و ماسک میزنن و نمیاین ظاهر بشن از ترس. لحظه اینها این آفتها و بلاها قرآن شاهده، وحی آسمانی شاهده که اینها به دست خود بشره. بشر به دست خودش میره به جهنم. بشر این دنیا را تبدیل میکنه به جهنم و آتش خودش. بشر در بدبختی خودش دست داره، در مشکلات خودش دست داره و لحاظا اگر توبه کنه و به الله رجوع کنه، الله تعالی مهربان بر بندگان برگرده. الله مهربان. امسال باران هم به تاخیر افتاده است و حیوانات و دامها و انسانها همه منتظر رحمت پروردگاران، استغفار و توبه میخواهد و رجوع الله میخواهد که الله تعالی این رحمت خودش را سرازیر بگردانه. علاج همه آفات و بلا استغفار و توبه و رجوع الله. بیدار باشید، مواظب باشید که شیطان میخواهد از ما گناه بگیره
و الله را ناراض بکنه و ما را بدبخت بکند. و لحاظ بیداری شما و توکل بر الله، رجوع به سوی خدا، استغفار و توبه سبب نجات است.